عقلتون هستین ازدواج کنین، چون دیگه سنتون بره بالا آدم عاقل میشین. آدم عاقلم هرگز ازدواج نمیکنه. دنیای دیوونه ها، دنیای خدا اول مرد آفرید، گفت به به چه چیزی شد بنازم. بعد زن آفرید یه نگاه بهش کرد، گفت ابی نداره با آرایش درست. به دو چیز نباید دست زد، چون عقا برق خطرناکی داره. اولیش برقه، دومیش دمه. باز دم برقه گرم، بمیری بلد میکنه، ولی زن بمیری هم دست از سرت برنه. به خدا گفتن ما چیکار کنیم که زن ها ازمون راضی باشن. خدا گفت نگاه کن، من براشون چشم خوشگل گذاشتن رفتن لنگ گذاشتن، براشون لب گذاشتن رفتن پروتست کردن، براشون دماغ گذاشتن رفتن عمل کردن. من که خدا هم نتونستم راضی نگرشون دارم. تو که بنده منی، الکی تلاش نکن. خانومایی که میری شوهرمون برامون هیچ کاری نکرد، کی براتون قل خونو برد، کی فشاراتونو برد بالا، اصلا کی طلاهاتونو فروخت. این همه خوبی به چشتون نمیاد؟ بگی کف بزنیم با هم بگیم شباش شباش سر را. میدونی خانوما چقدر عجیبن؟ از خدا به اون بزرگی فقط یه شوهر میخوان، ولی از شوهر بدبخت ماشین میخوان، پول میخوان، طلا میخوان، زندگی میخوان. من فقط قد شده یک لحظه نگاهش کردم. دقت کردین آقایون میرن همون میان بیرون خوشگل‌تر میشن، ولی خانوما لامصب یه ذره بهشون میخوره برمیگردن به تنظیمات کارخونه. زن آفریده شده برای ناز کردن، دوست داشتن، عشق ورزیدن، حسودی کردن. مردم آفریده شده برای گند زدن به این حساب. من اگه بخوام زنم بگیرم، زنم سفید باشه، مامانم میگه سفید زود کثیف میشه، یه دونه تیرشو بردار. من اگه ما پسر داشتیم حداقل صورتمون رو بشوریم، موجه ابروامو سر اگه ما پسر تنها چیزی صورت رو صاف میکنه شور کار میبره پول الکی ماسا خیارا خراب نکنید. افتاد شما به عشقتون میگید جانا، ما توش نون میذاریم عشقا. دماغ عملی، لب پرتش، موجه کاشتنی. بعد میگه خدا من نمیبینی، خدا تو رو میبینه ولی نمیشنه. زن مثل پراگ میمونه، همه میگیرن ولی شیشکی راضی نیست.